سلطانبای سلطانوف 5 سال این جانب با پرورش شتر مشغول است. او اولین مراتب این جانور را به خاطر بیماری پسرش خریداری نموده بود. شیری شتر در برابر سرغذا بودنش باز خصوصیت شفا بخشی دارد. اما که سلطانبای در اول برای دریافتن شیر شتر 10 روز در نوبت ایستاده آن را از یک ساکن ناحیه سپیتمن خریداری نمود. اولین مراتب شتر را با بچه‌اش از جمهوری قزاقستان خریداری نموده من بعد نسل آن را زیاد گردانید. 1 لیتر شیر شتر 50 سامانی و جرغات آن 30 سامانی نرخ دارد. خوراک شتر ینتاق بوده آن را از شهر کنی بادام، ناحیه‌های اشت و ظفرآباد دسترس می‌نمایند. سلطانبای نقشه دارد که در ناحیه بابا جان غفورов شماره شتر را زیاد گردانیده فرم شتر پروری را تأسیس دهد. کسل‌های онкологический рак، کسل‌های جگر، همین چیزها همش بسیاری شکم فایده‌آور می‌باشد. اولش بالام درد دادگیش روشن پروردگار می‌دهد. که همون چند سکه مثال آدمای بسیار کم شیر می‌گیرن. هم مثال ما می‌پرسیم که حالا چه خیلی بهبودی همین سلامتی چه گفته یک وای کنیم. مولک است روزی میشن که مثال خدا شکر بهبودی آنچه دیدوسی هفته. مثلا ما خودمون هم رنگ رحمتش می‌بینیم. خانم‌موندگی مونده یک رنگ سبز سفید رنگ خون است. بعد 15 روز 20 روز یک ماه آدم‌ها بهبودی می‌بینه. با گفته چارواپروران شیر شتر محصولات خیلی بالازت است. شیر شتر فعالیت غدود زیر معده را بهتر می‌گرداند. از همان خاطر به آدمانی که به دیابت قند گرفتارند توصیه می‌دهند. همچنین برای تیار کردن پنیر، یخماس و کاکائو استفاده می‌شود. شتر در 2 سال 1 مرتبه نسل به دنیا می‌آورد و چند مدت شیر می‌دهد. یعنی ما تا 1 لیتر 200 گرم ما شیر می‌دهیم. بعضیش 500 گرم می‌دهد، بعضی 700 800 تا 1 لیتر 200 گرم شیر می‌دهیم. یعنی که معلومات‌های امروز بیانده تا 4 لیتر 3 لیتر شیر می‌دهد می‌شنویم. یکی این فلکه روزی مونده نیست. چارواپروری یکی از ساحه‌های مهم استحصال خواجگی قشاق بوده. اهالی را با خوراکواری و هنرمندان را با اشیای خام تامین می‌نماید. در جمهوری تاجیکستان در فرمه‌های خرد و خواجگی‌های دهقانی پرورش شتر به راه مانده شده است. همچنین قید کردن به مورد است که شیر شتر را برای تبابت بیماری‌ها تنها با مشورت طبیبان نوشیدن ممکن است. گزارش فرهناز نبی و شهرت حمیدوف برای برنامه اطلاعاتی نوید.